اینجا ناحیه نورآباد و اینجا باغ فرهنگ و فراغتی ناحیه نورآباد است که مکان برگزاری جشن بین‌المللی نوروز انتخاب شده است و بعد از نمایشگاه در ورزشگاه مرکزی برنامه تئاتری کننده شده نیز در نظر است. با مقصد آشنایی و اشتراک در تنتنه‌های نوروزی ساکنان ناحیه نورآباد گروه ایجادی تلویزیون جهان‌نما وارد این شهر شدیم. شهرک دربند، شهرک واقعا هم زیبا در قلب کوه و این حال با مقصد بازدید از جریان چهاربینی‌های نوروزی ساکنان ناحیه وارد جشنگاه می‌شویم. ما را بیننده باشید. در جشنگاه نوهای گوناگونی طعم‌های ملی خاص نوروزی، هنرهای مردمی و دیگر دستاوردهای ساکنان ناحیه به نمایش گذاشته شد. خانه نوروزی آراسته اهل جماعتچگی ناحیه نورآباد که در درآمدگاه باغ فرهنگی فراغتی ناحیه با رعایت تمام سنت‌های نوروزی از جمله هفت‌سین و هفت‌چین و طعم‌های ملی زینت یافته بود، با بزمگاه شکوهی تازه بخشید. اشتراکچیان تنتنه‌های نوروزی از نمایشگاه فرهنگی نوروزی که در آن نمونه‌های گوناگون آثار صنعتی نقاشی و گلدوزی، هنرهای مردمی، عنصرهای فرهنگی نوروزی، خوراک‌های ملی و دیگر رسم و آیین‌های نوروزی به تماشا گذاشته شده بود دیدن کردند. سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. از مهمان نوازی های ناحیه نورآباد به نهایت خرسندیم. از دسترخوانی که مردم نورآباد بخشیده به جشن نوروز آراسته است، ما مینداری خویش را با تمام مردم نورآباد، با تمام مهنتکشان مردم نورآباد، خصوصا با جوانان رسانیدنیم که چنین یک کاروان، چنین یک دسترخوان نوروزی بهر تمام مهمانان وطن عزیزمون تاجیکستان آراسته. نوروز ایفاده‌گر فرهنگ، تاریخ و جهانبینی مردمان آریان نژاد بوده. با تمام Let's go و رمزهای در طول طرز زندگی سازنده مردم تاجیک و تمدن ساز بودن آن را در عمق تاریخ نشان می‌دهد. نوروز فرارسید سال نو، رمز آغاز کارهای نو، احیای طبیعت است که در برگیرنده اخلاق حمیده و تنظیم کننده فعالیت من بعده انسان میباشد. در این ایام طبیعت از نو زنده میگردد. بعد از تاریکی ها روشنایی می آید، یا اینکه بعد از سردی های سخت زمستان گرمی فرح بخش بهاران شروع می شود. ساکنان را به مناسبت جشن بین‌المللی نوروز نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان برابرت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تبریک و تهنیت گفتند. 23 فوریه سال 2010 خطنامه مخصوصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره روز بین‌المللی اعلان نمودن 21 مارس قبول گردید. در زمان صاحب استقلالی مملکت برای احیای دوباره رمزها و رسم و آیین‌های نیاگان شرایط مساعد فراهم آورده شد. میتوان گفت که مردمان اطراف ورارود آریایی‌های باستانی نیاگان نوروزند. واژه آریایی بودن خود اصطلاح نوروز شهادت از آن می‌دهد که تاجیکان در سرگه و سرآغاز فرهنگ و تاریخ تمدن بشری قرار داشتند. فلسفه یا خود حکمت نوروز پیندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک است. نوروز رمز پاکی و نیکی، پیروزی، رمز احیا و بیداری انسان و طبیعت، پیغام حیات نو، سرسبزی و خرمی، رشد و نمو و فرخنده حالی و فرح است. آیین آزادگی و آزادگان، فرزانگی و فرزانگان، گرانبهاترین و پرارزشترین میراث فرهنگی ملت تاجیک، همایونترین و خجسته‌ترین جشن مردمان آریای تبار و رکن اصلی و مهم خودشناسی ملی است. زیرا جوهر اصلی نوروز این انسان دوستی و تحملگرایی، همدیگر فهمی، وحدت و بهمایی، اصالت و رجوع کردن به اصل است. برنامه رنگین کنسرتی و تئاتری کننده شده اینچنین اشتراک سرانده سرشناس کشور که سراپا بهار و نوروز را وصف می‌نمود تا درگاه ادامه یافت. با همین برنامه فرهنگی فراغتی ساکنان ناحیه نورآباد با یک زیبایی، با یک حشمت، با سرود و ترانه‌های مرغوب ترنم کننده بهار و نوروز که فراگیر از سرشار از این جشن اجدادی بود به انجام رسید. در واقع نوروز ساکنان ناحیه نورآباد نشان داد که آنها به این جشن اجدادی یک آمادگی جدی دیدند. در این روز همچنین
дар варзишгоҳи марказии ноҳия мусобиқаи калони гӯштини миллӣ бо иштироки паҳлавонон аз тоҷикистон ва узбекистон баргузор карда шуд. Барои ғолибон тӯҳфаҳои арзанда аз ҷумла 3 автомобили сабукрав тақдим гардид.